دختری که مجرد و هنوز زیر سقف مامان باباشه این دو نکته رو جدی نگیره آیندهش نابود میشه. 1. از خونه بزن بیرون. فرقی نداره دانشجویی، تازه کاری، بیکاری، از خونه بزن بیرون. درس میخونی برو کتابخونه، بیکاری برو کارآموزی، برو یه چیزی یاد بگیر. از 24 ساعت شبانه روز 6 ساعتشو بخواب، باقیشو بیرون باش، ولی بیرون درست، بیرونی که رشدت بده، نه بیرونی که حرومت کنه. خونه نمون. 2. درسته که احترام به پدر مادر واجبه، ولی زندگی تو به حرف اونا گره نزن. اونا یه نسل دیگن، با طرز فکر خودشون نهایتاً میشی کپی خودشون. حرفشون رو بشنو، سبک سنگین بکن، ولی تصمیم نهایی رو خودت بگیر. آدمی که فقط دنبال تایید دیگرانه آخرش هیچی نمیشه. اینا شعار نیست، اینا تجربه 30 سال زندگیمه. لمسش کردم، دردشو کشیدم، نتیجهشو گرفتم. تو پیجم حرفایی میزنم که فکر میکنم به دردت میخوره. دوست داشتی پیجو داشته باش.